سلام دوستای عزیز، امیدوارم که حالتان خوب و سلامت باشن. خوش آمدید در یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی کانال پیغمی دری، جایی که میتونید گواهینامه رانندگی را، آموزش رانندگی را یاد بگیرید و گواهینامه تان را تر کنید. در این ویدیو میخوام در مورد پرداخت کردن پیاژ یا عوارضی با شما صحبت بکنم. همونطور که میدونید جاده های فرانسه، اتوقوت فرانسه پولیه و شما باید یک هزینه ای را پرداخت کنید و در این هزینه میگن، همو بقولن میگن هزینه عوارضی یا پیاژ در فرانسوی. و در این ویدیو میخوام در مورد یکی از دستگاه هایی صحبت بکنم که میتونه پرداخت پیاژ یا همو پرداخت کردن پول عوارضی را خیلی ساده و آسان بکنه و در این راه حل یا در این دستگاه میگن تله پیاژ و این دستگاه است. همون رقم که میبینید یک دستگاهی هست که خیلی کوچیک، مثل یک شارژر میمونه، خیلی کوچکتر و کم ارزتر و این دستگاه رو شما میتونید در شیشه جلوی موترتان نصب کنید. زمانی که در عوارضی در پیاژ رسیدید، خود عوارضی همو بقیهش یا همو آهنش اتوماتیک باز میشه، چون که از طریق این دستگاه او بقیه یا همو عوارضی متوجه میشه که به قولن شما این دستگاه رو دارید و اتوماتیک باز میشه. همونطور که گفتم در این میگن تله پیاژ. تله پیاژ در فرانسه چندین تا شرکت های مختلفه. شما میتونید با گرفتن یک آبونمان و یک هزینه خیلی کمی دارن. مثلا حالا این چیزی که من گرفتم مای 2 یورو هزینه داره و زمانی که شما در پیاژ میرسید خیلی راحت و خیلی آسان بقیه یا همون خود پیاژ باز میشه و شما میتونید به راه خودتان ادامه بدید. و در این ویدیو میخوام استفاده کردن از این دستگاه رو بهتون نشان بدم. میخوایم با هم دیگه رانندگی کنیم. حالا توی جاده یک خورده با هم دیگه رانندگی میکنیم و کمی در مورد مثلا تابلوها اگر چیزی بود دیتون توضیح دادم میرم همین رقمی در حین رانندگی و تا زمانی که برسیم در پیاژ که هست یک ورودی داره یک خروجی داره. پس شما یا باید تیکت بگیرید اگر از این دستگاه ندارید. زمانی که اگه از این دستگاه داشته باشید، خب وارد بخش مربوطه یا همون لاین مربوطه کسایی که از این دستگاه دارن یک لاین مخصوص دارن، وارد اون لاین میشید، پیاژ برایتون اتوماتیک باز میشه. پس شما وارد پیاژ میشید. نسبت به اون خروجی که از اتوبان خارج میشید، هزینه پیاژ دیتون حساب میشه، هزینه اتوبان دیتون حساب میشه و زمان خروج شما باید پول پرداخت کنید. اگر که از این دستگاه نداشته باشید، شما قبلش تیکت گرفتین دیگه، اونجا که میرسید باید تیکت وارد دستگاه بکنید و هزینهش در شما نشان داده میشه و با کارت بانکتان باید پرداخت کنید. البته پول نقد هم میگیرن، ولی حواستان باید باشه که بعضی از لاینا پول نقد نمیگیرن. بعضی از لاینا دستگاه پول نقد داره، بعضی از لاینا نداره، فقط با کارت بانک کار میکنن. ولی اون کسایی که از این دستگاه داره، دستگاه تله پیاژ دارن، اتوماتیک از زمان لاین مخصوصشون که وقتی خارج میشه از اتوبان یا از اتوقوت، اتوماتیک پولش حساب کتاب میشه و دیشون فاکتور میشه و سر برد از حسابشون پول کم میشه. خوبی این دستگاهیه که یک سهولت است برایتون. کسایی که مثلا از این دستگاه نداشته باشن، خب باید استارت شوند، بقیه باز نمیشه اتوماتیک، باید تیکت بندازن داخل دستگاه، بعدش کارت بانک خود باید بکشین، پول پرداخت کنید، بعد از اون باز بقیه واز میشه. در صورتی که اگر از این دستگاه داشته باشید، خیلی ساده و آسان میتونید در راه خودتان ادامه بدین. با سرعت 30 وارد لاین مخصوص میشید، اتوماتیک واز میشه پیاژ و شما در راه خودتان ادامه بدین. اصلا نیازی نیست که استاپ بکنید. در صورتی که اگر از این دستگاه نداشته باشید باید استاپ بکنید. حالا میریم انشالله با هم دیگه رانندگی میکنیم. شما را در دیدن این ویدیو تا انتها دعوت میکنم. با هم دیگه کمی رانندگی میکنیم. اگه تونستم نکته‌ای بود توی رانندگی، در حین رانندگی دیتون میگم تا اینکه در پیاژ برسیم و زمانی هم که از پیاژ خارج شدیم باز استفاده این دستگاه رو با هم دیگه میبینیم. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. البته میخواستم ایرم دیتون نشان بدم که جای این دستگاه کجا است. حالا خیلیا در وسط میذارن، در کنار آینه وسط،
یک سوپاق داره، یک جایگاه داره که او جایگاه رو من اینجا گذاشتم. حالا اینجوری وارد این میشه و میبینید قفل میشه اینجا و به راحتی میتونید ازش استفاده کنید. خب پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید، با هم دیگه رانندگی میکنیم و استفاده این دستگاه با هم دیگه در این ویدیو میبینیم. اگر تا الان کانال سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، حمایت یادتان نره، لایک و سابسکرایب و کامنت. تشکر. پس با هم دیگه ادامه میدیم. خب رانندگی رو از همینجا با هم دیگه شروع میکنیم. کمربند دیگیم، یعنی اول یادتان نره. خب همون رقم که میبینید ما در جلوی خود یک استوپ داریم. استوپ همون رقم که دیتان در قبلا هم توضیح دادم، باید در خط استوپ شوید، کاملا موترتان استارت کنید و ببینید که هر زمانی که مناسب بود وارد شوید. حالا ما در جلوی خود یک دانه آبر پیاده هم داریم، یک گذرگاه آبر پیاده، باید صبر کنیم تا در زمان مناسب. ببینید ما میخوایم الان دست چپ بریم، از دست راستمان موتر میآید، باید اونجی حق تقدم واگذار کنیم. البته شما شاید توی ویدیو درست نتونید ببینید. من منتظرم تا یک زمان مناسب وارد شوم. الان زمان خوبیه. خب داخل منطقه شهری هستیم. اینجا محدودیت سرعت 50 است. داریم در یک کخفوق اسانس ژیغتواق میرسیم یا یک رامپوان، حالا در اصطلاح عامیانه شاید بگیم. چون میخوایم مستقیم بریم باید لاین سمت راستی رو بگیریم. خودت سمت راست میگیریم. ببینید دو تا لاین داره اینجا. خودمون دست راست میگیریم در لاین سمت راستی چون میخوایم مستقیم بریم. فاصله ایمن رعایت میکنیم با موتر روبرویی. آرام آرام داریم در میدان نزدیک میشیم. ببینید موترهایی که از دست چپ میآید حق تقدم داره. این قانون میدانی همی است، کسی نیست وارد میشیم. بعد از اینکه از این تقاطع رد شدیم باید راهنما میزنیم، راهنمای سمت راست میزنیم و مستقیم به راه خودمان ادامه میدیم. خب این لاین سمت راست میره در یک خیابان دیگه، در یک جای دیگه. ما باید مستقیم به راه خودمان ادامه میدیم. دوباره در یک رامپوان یا یک میدان میرسیم، سرعتمون مناسب میکنیم، ما مستقیم به راه خودمان ادامه میدیم. دوباره مستقیم بریم، پس راهنما میزنیم یا اشاره میزنیم، وارد لاین سمت راست میشیم. خب اینجا محدودیت سرعت ببینید سمت راست یک لاین ورودیه. من نفر راه دادم و وارد جاده اصلی شد. ما میخوایم مستقیم به راهمان ادامه بدیم. اینجا محدودیت سرعت 90 ولی نفر روبروی 90 تا نمیرن، ولی چون ما میخوایم یک خروجی رو بگیرم تا 1 کیلومتر دیگه یا 1.5 کیلومتر دیگه، دمی لاین میمانم، دمی لاین سمت راست میمانم. سرعت من کم میکنم تا فاصله بیشتر شوه با موتر روبرویی. ببینید دوستا الان محدودیت سرعت شد 70. اونجا 90 بود، اینجا 70 شد. پس سرعت ما باید مناسب بکنیم. خب تا پیاج راه زیادی نمانده، داریم کم کم در پیاج میرسیم.
البته اینا بهتون بگم که زمانی که در پیاج رسیدیم این دستگاه یک بیپ داره، یک بیپ میکنه، یعنی زمانی که بیپ کرد یعنی پیاج شما را دستگاهتون شناخته، پس اتوماتیک واز میشه. الان در پیاج میرسیم و همش با هم دیگه میبینیم. خب سرعتمون رو کم میکنیم، ریتممون مناسب انجام میدیم. جاده ای که میخوایم بریم در خروجی دومه، همون رقم که میبینید سمت راست یک خروجیه، این خروجی نمیریم، در خروجی بعدی. خب اینجا میبینید سمت راست تابلوی ورودی پیاج است. حالا باز اینا رو دیتون بیشتر توضیح میدم. خب داریم در پیاج میرسیم، رو بر رو همون رقم که میبینید پیاج است. اون جایی که ت نوشته کرده تل پیاج است و اتوماتیک دستگاه ما رو میخوانه، اتوماتیک درش واز میشه. باید سرعت مناسب بکنیم، حداقل 30. خب دوستا دیدید اون رقم که متوجه شدید یک بیپ، این دستگاه یک بیپ کدک، یک بیپ داشت، یعنی زمانی که بیپ داشت اتوماتیک پیاج برای ما باز شد. خب همون رقم که میبینید تابلوهای آبی، تابلوهای اتوقوته، ما به سمت غن میریم، پس باید خروجی سمت راست بگیریم. خب دوستا این لاین روبروی ما دهش میگن لاین لوا دکسیلراسیون، یعنی لاین افزایش سرعت تا وارد اتوقود شویم. با اینا رو کنترل میکنیم، سرعتمون افزایش میدیم و وارد اتوقود میشیم با زدن راهنما و با زدن اشاره. و الان محدودیت سرعت 130 اینجی. از این کامیون سبقت میگیریم. پس بریم سمت راست. این تابلو رو میبینید سمت راست، این تابلو دیتون نشان میده اگر بخواید برین طرف نانت باید دو لاین سمت چپ بگیرید، اگر میخواین برین طرف غن باید دو لاین سمت راست بگیرید. و الان ببینید این کامیون میخواسته بره طرف نانت، پس جای خود عوض کرد. ببینید غن دو لاین سمت راست، نانت دو لاین سمت چپ و ما هم باید در لاین سمت راست رانندگی کنیم. پس من میرم سمت راست. خب چون اینجا یک پیچ داره، یک ویغش داره، سرعت کم میکنن، روی 110 میذارن. پس ما هم سرعتمون کم میکنیم تا از این پیچ رد شویم. این هم تابلوی اتوقوت میبینید آبی و اینجا محدودیت سرعت 130. پس سرعتمون افزایش میدیم.
کمی در مورد رانندگی و دیریوری باهاتون صحبت میکنم در داخل اتوبوس. بعضی از نکاتش رو میگم. بعد زمانی که در پیاژ رسیدم، اونجا ورودی پیاژ بود که ما وارد شدیم و زمانی که در خروجی پیاژ رسیدم باز دوباره ویدیو را ادامه میدیم. ببینید در رانندگی شما باید یک چیزی رو خیلی حواستان باشه. در فرانسوی بهش میگن آنتیسیپاسیون. آنتیسیپاسیون یعنی که پیش بینی بکنید. توی رانندگی باید پیش از پیش همون موقعیت رو پیش بینی بکنید که مثلا شما در چه موقعیتی قرار میگیرید و چه تغییراتی میآید، در چه شرایطی میرسید. ایردش میگن آنتیسیپاسیون در فرانسوی. و توی رانندگی این نکته رو باید خیلی توجه کنید. خب آنتیسیپاسیون میتونه در هر شرایطی باشه. فرض مثال یک از شرایطاش یکی، مثلا الان شما دارین رانندگی میکنید در لاین سمت راست، میبینید که مثلا در یک کامیون میرسید، روبرویتون کامیون میرسه. خب کامیون سرعتشون از شما کده پایین‌تره، کامیونا محدودیت سرعتشون 90. شما الان دارید با 130 رانندگی میکنید، پس شما در اون خیلی زود میرسید. پس با رعایت کردن همین مسئله آنتیسیپاسیون پیش از پیش شما باید ازش سبقت بگیرید، یعنی با زدن راهنما، با زدن اشاره. ببین الان موتور روبروی ما سرعت خود کم کرد. من در زمان مناسب راهنما زدم یا اشاره زدم و الان دارم ازش سبقت میگیرم. از اولین ماشین این هم دومی بود و دوباره در لاین سمت چپ یا لاین سبقت میمانم، چون که یک دانه کامیون از لاین سمت راست در حال حرکت است. من اگه سمت راست برم پس بیام سمت چپ، چون پشت سر ماشین است، به قولن شاید فرصت دوباره پیدا نتونم تا سر موقع از این کامیون سبقت میگرفتم. پس در نتیجه در لاین سمت چپ میمونم. الان ببینید موتور روبرو سرعتش از مکد پایین تره، الان سرعتش 110 تقریبا. ای از کامیون سبقت گرفت، پس من دمی لاین میمانم، منتظر میمانم تا سبقتش تمام کنم. بفرماد سبقتش تمام کرد، پس من دوباره سرعت افزایش میدم در روی همون 130 و الان هم ازش سبقت گرفتم. کاملا چک میکنم که ازش رد شوم و با زدن اشاره، با زدن راهنما دوباره میام لاین سمت راست. خب الان میبینم که یک ماشین دیگه، یک موتور دیگه میخواد از من سبقت بگیره. من هیچ عکس العملی نشان نمیتونم، سرعت من کم میکنم نه زیاد میکنم و میذارم تا اون موتور سبقتش انجام میده. میبینید سبقتش تمام داره انجام میده و میخواد از موتور بعدی هم سبقت بگیره دیگه. هر رقم که خودش خواست، هر رقم که دلش خواست میتونه رانندگی کنه. ولی ما طبق قانون الان محدود سرعت 130 اینجا، ما 130 داریم رانندگی میکنیم. مسئله آنتیسیپاسیون. ببینید داریم در کامیون نزدیک میشیم، پشت سرمون لاین سمت چپ ما چک میکنیم. قبل از اینکه در کامیون بچسبیم
در زمان مناسب ازش سبقت میگیریم. ببینید تو نمیذاریم تا بیاییم در کامیون خیلی بچسبیم و بعد ازش سبقت بگیریم. اون رقم ممکنه که مثلا موتور پشت سری ما بخواد سبقت بگیره و لاین در سر ما بسته میکنه. پس ما پیش از پیش همون شرایط همون موقعیت پیش بینی میکنیم و بهترین کار انجام میدیم با رعایت قانون. دوستای عزیز داریم در پیاژ میرسیم. اینجا خروجی پیاژ است و الان احتیاط بکنید. ببینید در پیاژ داریم میرسیم. اونجا که تابلوها هست همش پیاژه و ببینید رعایت کنید محدودیت سرعت. محدودیت سرعت کم میکنیم 70 اینجا. ببینید اونجایی که ت داره یعنی تل پیاژ مخصوص ماهایی هسته که دستگاه تل پیاژ داریم. ببینید سرعتش 30. محدودیت سرعت رعایت کنید، سرعتتون کم میکنید. دیدید خود دستگاه یک بیپ کرد و همون بیپ یعنی نشان میده که اتوبان یا همون پیاژ خودش اتوماتیک باز میشه. خب قبل از این پیاژ اونجا اتوبان بود یا اتوقوت بود. اتوقوت تابلوهاش آبی است و بعد از پیاژ که الان ما پیاژ رد کردیم این قسمت از جاده و این قسمت از سرک این دیگه اتوقوت نیست، یعنی رسما اتوقوت خلاص شد. همونجا ما از اتوقوت خلاص شدیم و وارد قوت عکس رگلمانته شدیم. خود عکس رگلمانته هم مثل اتوقوت است. میبینید همین رقم که ما داریم بریم دو لاین ما داریم، دو لاین هم سمت چپ است، ولی فرقش اینجاست که در این سرک ما الان هستیم در اینجا ممکنه که مثلا چراغ ترافیکی برسیم، ممکنه که فرض مثال در میدانی برسیم، ممکنه که در سیدل و پسج برسیم، ولی در اتوقوت اصلا ما در این چیزا نمیرسیم. یعنی جاده مستقیمه و محدودیت سرعت اینجا 110 و اتوقوت 130. البته برای حالت نرمالش کسایی که تازه گواهینامه گرفتن محدودیت سرعت شما در اینجا 100، در این خود عکس رگلمانته 100 است، در اتوقوت 110 و تابلوهای اتوقوت آبیه، تابلوهای خود عکس رگلمانته سفیده.
میتونه مثلا زمینه سفید داشته باشه، میتونه سبز داشته باشه، ولی اتوقود همیشه تابلوهاش آبیه. همون رقم که در اول ویدیو دیدید تابلوهای آبی را با هم دیگه دیدیم، ولی الان میبینید تابلوها رنگی پس زمینش یا رنگ زمینش سفید است. البته که یارم بگم که این جاده خود عکس رگلمانته مجانیه، استفاده کردن از پولی نیست، عوارضی نداره، پیاج نداره، ولی اتوقود عوارضی داره، پولیه، باید پیسش بیتید. و میبینید که محدودیت سرعت 110 و تابلوی بالاییش هم یعنی که خود کاراکتر پریوریتر، یعنی جاده اصلی. اینجور دیتا بگم که مثلا شما فعلا در جاده اصلی هستید، یعنی اگه در یک تقاطع رسیدید حق تقدم با شما، نه با اون کسی که دست راست میاد دست چپ میاد. حق تقدم با شما، چون شما اون تابلو رو دیدین، چون شما در روی جاده اصلی هستید، در روی حالا فرانسویش میشه روت و کاراکتر پریوریتر. خب دوستای عزیز، اما رقم که دیدید هدف من در این ویدیو این بود که کارایی تلپیاژ را دیتون نشان بدم. همین دستگاه تلپیاژ بزن درش بیارم، دستگاه تلپیاژ کاراییش را دیتون نشان بدم که زمانی که در پیاژ رسیدید یا در عوارضی رسیدید این دستگاه چقدر میتونه کمکتان بکنه و چقدر سهولت داره. دیدین که در پیاژ رسیدیم اتوماتیک خود پیاژ باز میشه، اما آهنش یا بقیهش اتوماتیک باز میشه و نیازی نیست که پنجره را باز کنید یا مثلا شیشه را باز کنید تیکت بگیرید، نیاز نداره در این کارا. اتوماتیک با این دستگاه باز میشه پیاژ برایتون. هزینه‌ش هم که گفتم فعلا مای 2 یورو پول آبونمانشه و هر پیاژی برای خودش یک پول داره، یعنی یک هزینه ای داره. در طول یک ماه هر چقدر که مثلا عوارضی رو شما استفاده کنید، پیاژا رو استفاده کنید، از طریق این دستگاه فقط در شما یک فاکتور میآید، یک فاکتور ماهانه میآید و سر تاریخش از حسابتان پول برداشته میشن. پس یک خوبی دیگه شی هست که دیگه در هر پیاژ لازم نیست که مثلا شما پولش پرداخت کنید، فقط ماهیانه یک بار پولش پرداخت میکنید، هر چقدر تعداد که مثلا شما پیاژ استفاده کنید. اگر روزی یک دفعه استفاده کنید، روزی 2 دفعه، روزی 10 دفعه، هفته یک دفعه، هر چقدر که مصرف کنید استفاده کنید، اما فاکتورش فاکتور ماهانه در شما میآید و به راحتی پولش پرداخت میشه. این هم یکی از خوبی های مثلا این دستگاه است که وقتتان خیلی کم میگیره. امیدوارم که از این ویدیو خوشتان آمده باشه و دانسته باشم که یک چیزی را در شما آموزش بدم و به درستی آموزش داده باشم. البته اگر که ویدیو کیفیتش پایینه یا تکان میخوره یا اگه صدایم ضعیفه، شما دیگه در بزرگی خودتان ببخشید. دیگه اولین باره که ویدیوی در عین رانندگی میگیرم، یک تجربه میشه انشالله برای ویدیوهای بعدی. پس اگر تا الان کانال ما را سابسکرایب نکردید حتما سابسکرایب کنید. در کانال پیغمی داری کد دو لغوت، آموزش رانندگی، تکنیک های کد دو لغوت، تابلوها، مسائل رانندگی، مسائل قانون دیتان تا جایی که بتانم در زبان فارسی و به زبان ساده دیتان توضیح میتم و جایی هست که میتونید خیلی در اطلاعاتتان اضافه کنه و شما را کمک کنه برای گرفتن کد دو لغوتتان. پس حمایت فراموش نکنید. تا ویدیوهای بعدی موفق باشید.